السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم سیاجان خوب السلام و است؟ رحمت الله. الحمدلله. بفرمایید. سیاجان یه سوال داشتم درباره همون موضوعهایی که یک زن دیدم خودم در خودم رخ داده. من این قصه را شما در نقل کرده بودم و 3 دقیقه گپ زده بودم. همیشه نفهمیدم که چه وقت میگن میخونن مولا میخونن میگن ایسه هوایو با سورا نمیخونن کورچه را استفاده میبرن. همین شما من هم قدر وقت شده فکر میکنم نمیدونم همین قبول کنم یا آخه من قبول کردن نمیتونم نه که همین حکمش چه کورچه میمونن یا که چی میکنن. در یگان جا آمدگی نیست که در وقت قرآن خواندن کورچه مانی یا آب مانی و مثلا یا بخشی پیش گفتم ندارم. همین وقتی که میگن آدمی که جین داره جینش میبرن یا کمی وقتی چی ده یگان اساس ندارد فرزانه. همین چیز یگان اساس ندارد. یگان اساس ندارد که تو کورچمانی برای جن خواندن یا برای چیز دیگر. یگان اساس ندارد. کسایی که این کارو میکنن معناش این است که اینها اهل خواندن و اهل رقیه خوانی نیستند. به نزد اینها نروید. از بدعت استفاده میبرند. جایز نیست به نزد اینها رفته از جن براره و چیز دیگر استفاده کنید. سیاجان امکانیت باشه واتساپ تو نبا نویسم هم در خصوصی برای همین گپ زنم. من جواب دادم. اتون با چی مینویسید؟ جواب دادم که ممکن نیست. تمام. بنویسید. دستم خالی شد لیکن جواب میدیم. برای اینکه خواهرام من میدونید که به واتساپ و تلگرام اگر به همه سوال ها نگاه کنم حیاتم تماما در یک جایش یخ میکند. برای اینکه سوال زیاد میآید.